خب سلام به همگی، بیایم با هم دیگه حاضر بشیم که میخوام برم هیئت واسه حضرت فاطمه که برنامه هست. خب تصمیم گرفتم اول جوراب شلواریمو بپوشم، مجاز سنون است. خب پس زیاد ایرادی نداره. بعد این دو سری خوشگل جدیدم با یه ساقای کوکولیمون و یه مانتوی بلند که اگه مجبور شدم برم بیرون بدون چادر حداقل مانتوم بلند باشه و چادرم مثل همیشه و مثل اینکه آره اینجاش لک افتاده و بشورمش. خب بی خیال اینا بریم سراغ بلبلقم و عطر کوچولی و خوشگلم که آخر از همه تستشون کنم و مجموعه پیکسلم. اول میخوام یه پیکسل مناسب انتخاب کنم که ببرم یا خوره شدم پیکسلم زیاده. اگه صداشو میشنیدی میبرم چی گفتم. الان نمیدونم کدومشون رو انتخاب کنم. این همه پیکسل و واسه شهادت بعد یه چیز مناسب باشه. به نظرتون چیکار کنم؟ اصلا انتخاب کردم ببینید خیلی سخته، ولی خب تصمیم گرفتم اینو انتخاب کنم. اصلا واسه شهادت بهتره. خب حالا برم وسایل مورد نیازم برای جیبم رو بذارم. خب البته که باید از اول دستمال کاغذی داشته باشیم، آن هم به مقدار زیاد، خیلی زیاد، منظورم از زیاد خیلی. و بله همجور که دارم میکشم یکیشون هم جر میخوره و گشته میشم. حالا بیام اینا رو توی یک کیف هم بذارم. خب اول از همه شکلات واسه یه خیلی یه چیز استراحتی و زلیه مثلا باید همیشه همراه باشه. و حالا باید عطر این کوچولو رو بذارم. اونجا میخوام عطرم رو بزنم، میخوام روش موندگارتر بمانه و باید دستمال کاغذی رو تا کنم. مثلا حواسم نبود، یه دقیقه صبر کنید تا کنم. خب تا شد تا کردم، ولی خب خیلی جه خورده بود نتونستم توش کنم دیگه. هیچ اینا رو میتلم تو کیفم و میریم سراغ میخوام این علم به خودم بزنم و به نظرم خیلی بهتر میاد. خب حالا این خب الان اومدم لباسام پوشیدم و مثلا این مدل جدید روسانی خیلی بهم میاد. جدید که نیست ولی خب از دسترسش میاد. ولی که فشارم نیفته این موز همینجا میخورم. از همه کسانی که دلشون موز خواست عذرخواهی کرده و میرم که ساقا رو بپوشم و خیلی دوستشون دارم، ولی یکم واسه دستم گنده است. یکم صبر کنیم من موز بخورم. خب حالا برم این ساق رو بپوشم. همونجوری که میبینین یکم ناز کرد، ولی خب آخر سرم ببین چقدر جیگوله خیلی دوستش دارم. اگه میپرسین چرا ساق میپوشم، بخاطر اینکه خب یه قسمت از دستش معلومه و خوش ندارم کسی قسمت دستم ببینه. خب بله موزم که واجب تر از همه، اصلا به قیافه خوبم دقت نکنید، میدونم که فوق العاده افتادم. خب حالا بیخیالش. اینم مثل این که داره یه کمی چیز میکنه. داشت میپرید گلوم.